لقمان مردی آرام و باوقار بود. از سرزمین سودان آمده بود و سالها در خانه اربابی در مصر خدمت می‌کرد. ظاهر ساده‌ای داشت، اما هر کس او را می‌شناخت می‌دانست که دل و ذهنش از هزاران انسان آزادتر و زیباتر است. یک روز برای ارباب خربزه‌ای نوبرانه آوردند. ارباب که بیش از یک غلام او را همچون دوستی شریف می‌دید، با مهربانی خربزه را شکافت و نخستین قاچ را به لقمان تعارف کرد. لقمان با لبخندی آرام آن را خورد. قاچ دوم را نیز به او داد، سپس سوم و چهارم. لقمان همه را با شادی، ادب و سپاس پذیرفت، بی آنکه ذره‌ای تردید یا ناخشنودی در چهره‌اش دیده شود. اما همین که ارباب اولین قاچ را خود چشید، ناگهان آن را از دهان بیرون ریخت. تلخ بود، تلخ همچون زهر. متعجب و کمی ناراحت رو به لقمان گفت: این همه قاچ تلخ به تو دادم، چطور حتی یک بار نگفتی تلخ است؟ لقمان با آرامشی که از سالها حکمت می جوشید پاسخ داد: سالهاست که تو به من لقمه‌های شیرین زندگی داده ای. آیا شایسته است برای یک لقمه تلخ چهره در هم بکشم؟ سپس گفت: بندگان خدا نیز چنینند. سالها نعمت می چشند، اما به محض یک تلخی، یک بیماری، یک رنج، یک فقدان از پروردگار گله می کنند. اگر ما پرده های پنهان حکمت را می دیدیم، نه گله می کردیم و نه می رنجیدیم، بلکه در سختی ها نیز لبخند می زدیم.